با سلام دوستان عزیز، خوبید؟ مرسی. این گوشتایی که خریداری کردیم برای همه سخته خورد کردنش. میذاریم یخچال فریزر، یه ذره یخ که زد اینطوری این گوشتی که خریداری شده از بیرون آوردم گذاشتم یه ذره فریزر، اینطوری که میبینید قشنگ میتونم خوردش کنم. بعد میتونم به مکعب‌های تیکه تیکه شده قشنگ اندازه که خودتون میدونید، هر اندازه‌ای که دوست دارید برای غذاتون میتونید ببرید استفاده کنید، ولی باید 10 دقیقه از بیرون که آوردید بذارید تو فریزر قشنگ یه خورده یخ بزنه و قشنگ مثل من قشنگ تیکه تیکش کنید. حالا بعضیا مساوی خورد میکنن، بعضیا تیکه تیکه کوچولو خورد میکنن، بعضیا مثل من یه ذره درشتر خورد میکنن تو غذا دیده بشه. اینجوری قشنگ گذاشتم یخچال تو فریزر، منظور که قشنگ یخ زده، یه 20 دقیقه گذاشتم یخ زده. بعد اینجوری آوردم اینم برشش زدم. انشالله که دوست داشته باشید، لایک کنید، کامنت بذارید. دوستتون دارم خیلی زیاد. مرسی که هستید، خیلی ممنون. اینم آموزشی بود که میدونم برای بعضیا مشکل دارن برای گوشت خورد کردن. اینم از دست من بر اومد برای شما ضبط کردم. مرسی که هستید، خیلی ممنون.